آمد باید جنگ هیبت و حیثیت که ایران نمیتونه مشروعیت خودش رو حفظ کنه بیاد به مشروعیت بپردازه. یعنی چی؟ یعنی ایران در جلو حامیان خودش در منطقه و سبب در داخل بریزه. ببینید در منطقه و داخل، در منطقه در 7 اکتبر ریخت. 7 اکتبر ایران طوفان اقصی رو گفت حمایت کرد 2 روز اول، بعد گام به گام ایران عقب نشینی کرد. 6 میلیون آدم آمدن ثبت نام کردن که برن جنگ غزه. الان کسی از ایران اعزام نمیشه، بله نیابتی غیر رسمی اینها رو درست هیچ کس نمیتونه. اسرائیل خیلی ضربه هم از ایران خورده، این رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. اما اسرائیلی ها به تنهایی نیستن. پشت پرده این امن استراسیان هایی نهفتن که در واقع سرمایه‌داری جهانی اونها رو ازشون استفاده میکنه. من گفتم سرمایه‌داری جهانی بیموتن است. امریکا الان مرکزیت اونه. امریکا خطرناک بشه اونو ترک میکنن میرن بورکینافاسو، جایی که بتوانن امنیت سرمایه‌شو داشته باشه. ولی اون استراسیان آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من دیروز هم داشتم با آقای دکتر شهرام خلدی صحبت میکردم. چیزی که وجود داره موازنه بین، حالا شاید قشنگ نباشه این جمله، موازنه بین کشتگیری طرفین وجود نداره. یعنی از اون طرف ما ببینیم که طرفین غربی، یعنی طرف مقابل جمهوری اسلامی که عنوان میشه ایالات متحده و اسرائیل هست، میاد جنرال قاسم سلیمانی رو ترور میکنه. از این طرف ما ببینیم که جمهوری اسلامی میگه ما انتقام سخت میخوایم بگیریم و حداقل اگر کاری رو جمهوری اسلامی کرده، من به عنوان خبرنگار به عنوان کار مشخص که در این اندازه باشه، یعنی اگه در کفه ترازو بخوایم بذاریم، یا مثلا در همین چند روز اخیر حمله‌ای که انجام شد و تعدادی از فرمانده‌های ارشد و کارکشته و زبده‌ای که سالها در نیروی قدس سپاه داشتن کار میکردن، به هر حال اینها از بین رفتن با این یک حمله. این توازن، این کفه توازن به سمت اسرائیل ما سنگین‌تر، یعنی اونها تونستن در کشته‌گیری نیروهای ما شهدای هسته‌ای رو فراموش نکنید. اون اسنادی که از ایران خارج شد فراموش نکنین. اون فیلمی که یکی از اعضای یکی از سازمان‌های نظامی ما رو تو ماشین ازشون بازجویی میکنن و فیلمشو شبکه‌های اسرائیلی پخش میکنن رو فراموش نکنین. مسئله این بود که باید این هیبت و حیثیت و سپس مشروعیت میریخت. ببین یه وقتی از هیبت و حیثیت میریزه، شما میای مثلا پرچم اسرائیل رو جلو دستشویی‌ها میزنی، روش راه میری، میخوای بالاخره اقناع بکنی، یه جوری جبران بکنی یا مطالب دیگه. ولی ببینین هم رهبری نظام جمهوری اسلامی گفتن اگر کوچکترین حرکتی بکنید تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، هم فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتن یه مو از سر یکی از افراد ما کم بشه ما اون گونه عمل میکنیم. خب همین فیلم هاش وجود داره، حرف هاش وجود داره، منتشر شده. اینها با همون جوجیتسو تحریک کردن، جا خالی دادن. میان الان روزانه نه تنها عناصر نیابتی ایران رو در حماس و در حزب الله یا جهاد اسلامی یا جای دیگه ترور میکنن. ببینین از رهبران حزب الله فقط یکی مونده، سید حسن نصرالله، چه ایرانیش چه خب لبنانیش. اگر او رو هم بزنن الان اون ساختار و اون چارچوب و استخوانبندی رو زدن. اون وقت اون هم با این حالت که بلند میشه با F-35 با 6 تا موشک میره یه ساختمون رو نقطه زنی میکنه و اون حرکت میکنه. خب این میخواد هیبت و حیثیتی که فرو میپاشه. از اون ور شما وقتی نمیتوانی اون تهدیدها رو عملیاتی بکنی، نیروهای موافق در منطقه خالی میشن و تهی میشوند از پشتیبانی از منظر روانی و ریزش در نیروهای درونی به وجود میاد. ریزشی که الان هست. ببینین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران الان کارشناسانی میان صحبت میکنن که علنا میگن خب انتقام سخت چی شد؟ ماجرای الاسد رو ما میدونیم چی شد، ترامپ هم اومد اون حرفا رو زد، اون مسائل هم هست. خب در دنیای کنونی ارتباطات و رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی که من فضای واقعیت موازی نامش رو گذاشتم و شما میدونین، به هیچ وجه دیگه این پنهانکاری ها رو نمیشه به راحتی انجام داد. اسرائیلی هم نمیتونن انجام بدن.
نکته اساسی که اینجا وجود داره این هست که باید این مشروعیت عرض می‌کردم ریخته بشه، یعنی ریزش. و لذا آوردن از تئوری جنگ نامتعادل که سال 79-80 من عرض کردم، شما در جریانید و دوستانی که با من ارتباط دارن، آوردم گفتم میاره تو تئوری جنگ معلق شما هزینه هات رو میبره بالا، فقط هم هزینه های قدرت سختت نیست، قدرت نرمت رو هزینه هاشو برده بالا. فلذا الان فشاری که در ارتباط با بحران دمشق و سفارتخانه ایران و اون کنسولگری ایران هست، زدن این افراد که الان مثلا سوریه اعلام کرده 16 نفر بودن، آخرین آماری که من دیدم از حقوق بشر سوریه 16 نفر کشته شدن. همه اینها رو شما نگاه کنید، الان فشار بسیار بالاست. شما حالتی بود که من گفتم اره دو سر رو ایجاد میکنن. اره دو سر جوریست که شما به جلو و عقب میکشی میبره. این تئوری اره دو سره. میدونین چی میگم؟ میخواد این ویژگی رو به وجود بیاره. لذا سناریوی کیشومات و دنبالش هست.